برادر، شما گفتیم یکی از خوبی های طالبان رو بگیم. یکی از خوبی های طالبان، یکی از خوبی های طالبان اینه که امروز جورنال اولسوال به اضافه کل همونایی که به افغانستان امپراتوری اعلان میکردن، تون میگم که هموتا بسوزم اگه مردم بستم بجلو اینا، هموتا بستم. اونایی که یکی شرق گرفته بود، یکی غرب، یکی به 2 روز ارگه میگرفت، یکی به 24 ساعت، امروز به تیک تاک مصروفم، امروز به میمانی خوردن مصروفم، امروز مصروف عیاشی خونن، مصروف عیاشی خونن. و زنده باد مرده باد، زنده باد مرده باد. برادرها گفته میرم، هیچ هم از دست اینا نمیاد، هیچ هم از دست اینا نمیاد. ای که برادر پشتو باشی به ایراد باشی یا فارسی باشی به ایراد باشی، هیچ فرقی نمیکنه، از ما ایراتی. و به تو 100% ثابت میکنم که از قوم تاجیک هم هستم، فرق هم برای من نمیکنه، هیچ قوم و هیچ قومیتی. شما که برادر، من 300 سال خود شما صحبت نکردم، شما صحبت 300 سال پیش کشیدین. خود 300 سال شما چه کار کردیم؟ به قول شما یک قوم کوشی از کوه سلیمان آمد. خب رئیس بنیانگذار خراسان حال بزی بس حداقل نظر خواهی بس کرد. به بس قبلی میگفت پشتور به زور به سرمایه دادن. خب با جای شکریته که بزی بس کو به زبان ما صحبت میکنی، حداقل همین فهمید جای شکریته، جای شکریته. اینا از کوه سلیمان آمدن، 300 سال به زور به سر شما حکومت کردن، کشور فروختم، حالا کم ظلم میکنم. خب پس همین مردانگی، همین غیرت، همین شجاعت، همون خراسانی بودن، چی میفهم، همون افتخارات ما و شما کجایه؟ فقط به تیک تاک، فقط بس به تیک تاک بکنیم بیایم. فقط اگه یکی اومد گپ په عقل زد، لا و لا و هر چه که از دن مادر میه بگیم بریم بسم الله الله اکبر. تاجیک بودن فقط همین گذاره. ما ببینیم برای شما یک نقطه کوچیک اجازه بده برادر. مایک باز نکردم، مایک باز نکن. مایک برادر، مایک باز اجازه بدیم برادر، اجازه بدیم. آقای رئیس مایک تان بسته کردید، تصویر تان بسته کردید. باز برادر، شما یک دولت داشتیم به افغانستان به اسم ریاست جمهوری استاد برهان الدین. 4 تا جلسه کردیم که شما 5 سال حکومت کنیم. 4 تا جلسه کردیم ببینیم از همیشه از واقعیت تیر نشیم. همو مزاری که نه به مسعود اعتماد کرد، نه به برهان الدین اعتماد کرد و دو طرف فروخت. جنگار هم اغزر دامن زد که اگر واقعا سند و امو درک و فهم و ثبات داشته باشی، میفهمی که جنگار به کابل کی دامن زد، کی گناهکار شد، کی بیگناه. نگدشت یک روز برگ ریاست جمهوری حاکمیت کنه. امروز دست به دامن همو هزاره که میره بیرقی که شما بزرگ افتخار میکنیم. امروز من افتخار میکردم او تاثر خو میگذاره. شما اکسیر میاریم به تظاهرات خو بالا، باز آیه با آیه قرآن او فاش میدن فقط به خاطر از اینکه عکس خور آورد، عکس پرچم آورده تاثر خو پور میایم به صفات مجازی خو قهرمان میسازیم. مبارزات اینیه برادر. اگر مبارزه میکنی شجاعانه مردانه، من میگم شیر مادر همو طالب خیلی خوبی کرده. بزرگترین خوبی و دولتی که کسی نتونست به قول شما به مثل 300 سال پابجا کنه پابجا کرد. به مثل 300 سال کسی نتونست پابجا کنه پابجا کرد. زمان جمهوریت هر ولایت یک اولسوال جلو وزیر میگیره که ولی بره به ولایت، ولی به یک ولایت معرفی کنم. به یک ولایت به ریاست جمهوری مامن اول مامن دیوم همه ساخت. به یک ولایت ولی رای میکردیم، میگفتیم زمینای از او ولایت چورکو بفروش، نسبی از تو نسبی از ما. مبارزه شما اینه، دیدیم مبارزه شما رو برادر. مردمی که به شما اطمینان کرد به قولش اجازه بده. کسی که به اساس در ریاست جمهوری آمد به اساس تقلب آمد، آدمی متقلب افراد فاسد را در رأس نظام می آورد یا در حکومت‌های محلی. کجا بودین شما؟ کجا بود 50% برادر از اختیر نشیم؟ کجا بود مامن اول ما؟ کجا بود رئیس پارلمان بود؟ کجا بود وزیرا ما؟ کجا بود وکیلا ما؟ نیم گناه به گردن یکی نندازیم. چرا بر نخستیم؟ چرا به جلوی قتل علم نکردیم؟ به تیک تاک قتل علم میکنیم. چرا من تاجیکی که هزاران نامر به دفتر مارشال فهم رای کردم که به داد مردم ایراد برس که کل زمینا چوره چپاول کرده، زمین دولتی و غیر دولتی رو میفروشه، خبر نداشتم که هم نسبت خودی شریک بود حسین انوری. نسبت ایراد به کسای فروخت که اصلا جز به افغانستان نیا.
چرا صدا رو نشنیدیم؟ من امروز تا زنده باشم میگم زنده باد طالب. والله قسم خودمو طالب استاد میشم بر علیه همچین منافقین مبارزه میکنم. کجا بود او تاجیکی که به شما بر روز 20 تا نامه رو میرسوند از هر ولایت؟ شما که حداقل دفتر داشتیم، مارشال بودیم، جرنال بودیم، وزیر بودیم، وکیل بودیم، به داد از او چرا نرسیدیم؟ امروز نصف ایراتر به کسای فروختن که به خدا جز بعضی افغانستان نیم. تو از ایرات نی، تو ایرتی نی، تو اینجا آمدی به تیک تاک ششتی فکر کنم بزو دوره مقبول قشنگ همون لپ و جپ و ماشین زری و رشوت خوری تو فعال بود. تو از تاجیک ایرات خبرم داشتی؟ خبر داشتی تاجیک ایرات چی میکشه؟ 2 میلیون رای از ایرات میبردی. آیا روزی به داد ایرات رسیدی؟ من میگم زنده باد طالب. طالب امروز آمده او زمینی که تو خودی نسبت کردی بفروختی به کسی خو کردی، امروز طالب او زمین رو پس میگیره و دست صاحب میده. چرا نباید بگم زنده باد طالب؟ بله در مدارس باید باز شه. در مدارس ما به کلمه مخالف بودیم، مخالف هستیم. در مدارس باید باز شه. در علم بروی هیچ جامعه نباید بسته شه، بروی هیچ جامعه، چون او جامعه رو به عقب میبره. او جامعه رو عقب مونده میکنه. کجای برادر؟ به طول 21 سال درد که مردم کشید شما صدا خود یک کدوم نکشیدیم. حتی نامه‌ای که به دفترهای مارشالا و وزیرا و وکیلا میرفت به خدا اگه وا نمیکردم بخونم که همین مردم